سال 1929 محمد نادر. پس از سقوط حکومت کلکانی در 15 اکتبر سال 1929 محمد نادر در کابل اعلام قدرت کرد. متوقف ساختن برخی اصلاحات دوره امانی و همسوی بودن سیاست‌های حکومت محمد نادر با منافع بریتانیا دوره سلطنت او را در برابر قشر روشنفکران جامعه افغانستان به چالش کشاند. تندروی در سرکوب مخالفین، اعدام‌های سیاسی، کنترل شدید بر مطبوعات و آموزش، تقویت دستگاه امنیتی و استخباراتی از جمله فعالیت‌های محمد نادر برای تثبیت قدرت در دوره سلطنت خودش میباشد. در سال 1933 در ادامه اعتراضها و استبداد سیاسی و سرکوب مخالفین، عبدالخالق هزاره برای پایان دادن دوره محمد نادر به میدان آمد. هشت نوامبر سال 1933 در مراسمی که برای توزیع جوایز شاگردان مکتب برگزار شده بود، هنگامی که محمد نادر در حال دست دادن و دیدار شاگردان مکتب بود، عبدالخالق هزاره با اسلحه کمری چند گلوله به سوی او شلیک کرد و با ترور محمد نادر به سلطنت او خاتمه بخشید.